با درود به شما آقای همایون، من پرسش‌هایی رو دارم که شاید مرسوم نباشه، اینچنین نپرسن. من میخوام اینچنین بپرسم. بی پرده همیشه پاسخ دادید، بی پرده هم میخوام که بی پرده تر از همیشه این پاسخ‌ها رو از شما داشته باشید. در زندگیتون چه آرزویی دارید؟ آرزوی این است که کره زمین برگردد به 5000 سال پیش از جهت دست نخوردگی و انسانیت برود به 1000 سال بعد از جهت تکامل. بدترین اشتباه زندگیتون تا بکنون چی بوده؟ به قدر اشتباهات بوده است که باید بگردم ببینم بدترینش کدوم بود، ولی شاید بدترینش این بود که زودتر از موقع دست به هر کاری زدم پیش از موقع بود. کدوم کار شما بیش از بقیه پیش از موقع بود؟ ورود در سیاست. به چه هنگام باز می‌گردید؟ در 14 سالگی که به هیچ وجه موقع این کارها نیست. میگویند مغز متفکر ناسیونال دموکرات ها داریوش همایونه هست، بی تعارف. من هیچ اطلاعی ندارم. حال راجع لیبرال دموکرات ها هم کم کم از این صحبت ها میکنن، نمیدونم، ولی به هر حال در هر دو زمینه بسیار کار کردم. این نمیدانم کمی تعارف نیست؟ نه، برای اینکه دامنه این بحث ها بسیار گسترده است و خیلی ها در شرکت کردن که من هم اطلاع ندارم. درست این است که بهتر از همون با تردید نگاه بکنیم. شمار نگارشنامه ها، کتاب هایی که شما خواندید میگویند بسیار است، همه میدونند که بسیار است. آیا شما از همه بیشتر نگارشنامه خوندید؟ به هیچ وجه هم چیزی نیست. من یه دوره‌ای شاید بیش از همسالانم میخواندم، ولی بعدها گرفتاری‌های زندگی نگذاشت اونقدر که میخواهم بخوانم. تنها دوره‌ای که آنقدر خواندم که در توانایی چشمان و زمانم بود دوره‌ای بود که در ایران پنهان بودم پس از انقلاب. پند کوتاه شما به نسل جوان چیست؟ که در ذهن و تفکر جوان بماند. کدام فیلسوف بیشترین تأثیر رو در زندگی شما داشت؟ دیوید هیوم. در یک واژه یا چند واژه که یک جمله بشود چراش رو می‌فرمایید؟ منو از این توهم به در آورد که خرد انسان راهنمای عمل اوست. هیوم انسانیت رو در تمامیتش دید و در نتیجه من رو متقاعد کرد که اون چه انگلیس ها عقل سلیم مینامند بهترین راهنمای عمل و تفکر سیاسی است. الهام بخش زندگی شما که بود؟ الهام بخش زندگی من چرچیل بود و لینکلن بود. زیباترین سخنی که شنیدید چه بود؟ بیشترین خوشبختی برای بیشترین مردمان. زیباترین هدیه‌ای که گرفتید چه بوده؟ یا بهترین؟ یک دوره کتاب تاریخ جهان در 12 سالگی. اگر همین حالا میگفتند که شما در یک اتاق برای ابد زندانی هستید و یک نگارشنامه بیشتر حق ندارید که با خود ببرید، با خود چه میبردید؟ دایرةالمعارف بریتانیا. آیا به چیزی که مردمان به خدا میشناسند باور دارید؟ خدا همون آفرینش است. آفرینش خداست. این دوتا از هم جدا نیستن.
آیا به چیزی که مردمان به خداوند میشناسند شما باورمندید؟ گفتم خداوند همان آفرینش است. مسلماً به آفرینش اعتقاد دارم، ولی خدا جدا از آفرینش قابل تصور نیست. چه رنگی را دوست دارید؟ در فارسی میگویند زبرجد، کبود. به چه اشکال هندسی بیشتر علاقمندید؟ مستطیل، مثلث، مربع، دایره؟ دایره کاملترین شکل هندسی است و زیباترین. بزرگترین غم زندگیتون چه بوده؟ از دست دادن مادر. به چه عددی علاقمندید؟ همه اعداد یکسانند، بسته به اینکه به چه اطلاق بشوند، ولی اعداد یکسانند. در زندگی حسرت چه چیز را خوردید؟ حسرت زندگی غربی در مقایسه با زندگی ایرانی. برگ بازنده همایون کجاست؟ پیش از موقع به دنیا آمدن. برگ برنده دارد؟ پیش از موقع به دنیا آمدن. برگ برنده و بازنده یکیست؟ بله، برای اینکه اون رو تبدیل به برگ برنده کردم. کارتون دوست داشتید؟ کارتون نه، زیاد دوست ندارم. و دوست نداشتید؟ نه چندان. آقای همایون، من چند واژه برای شما میخونم. به محض شنیدن واژه های زیر چه چیزی رو به یاد میارید یا چه مفهومی در ذهن شما تداعی میشه؟ در یک واژه ترجیحاً یا نهایتاً چند واژه بفرمایید. درخت. درخت زندگی. جمهوری خواه. اگر ایرانی باشد گمراه. قلم. وسیله از مد افتاده نوشتن. پست مدرنیسم. ارتجاع عصر نو. کوروش هخامنشی. اولین جهانگرای جهان. فردریک ویلهلم نیچه. فیلسوف انقلابی ویرانگر در دست دیوانگان.